أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستان و برادران عزیز، این حال در جامعه یک مصیبت آمد. یعنی یکی از بهترین شخصیت ها داملا حکمت الله از دنیا گذشت. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند جای اون حضرت جنت الفردوس الاعلا بگردانه و تمام گناه های اونها را عفو و مغفرت بگردانه و در خاندانشون خداوند صبر جمیل عطا بفرمایه و ان شاء الله که امیدوار هستیم که این حضرت الله سبحانه و تعالی گناهاشون عفو و مغفرت گردانده است. برای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکشون فرمودند که هر جنازه ای که در اون جنازه اگر از 40 آدم اشتراکچی زیاد باشه، یعنی 40 آدم زیاد باشه که جنازه اون رو بخوانن، و انشاءالله که الله گناه های رو عفو و مغفرت میگردانه و انشاءالله که از دعای صالحتون فراموش مکنین. در حق اون حضرت دعا کنین که خداوند گناهاشون عفو و مغفرت بگردانه، داخل جنت الفردوس الاعلا بگردانه بغیر حساب ولا عذاب یا ارحم الراحمین. و دعاگو باشین که خداوند در خاندان اونها صبر جمیل عطا فرمایه و اون برادرانی که عشق محبت داشتن و خداوند برای اونها صبر جمیل عطا فرمایه. یعنی بسیاری مردم ها، یعنی 99% مردم تاجیک یعنی اون حضرت میشناختن و با اون حضرت یعنی اعتقاد داشتن. اون حضرت مهر محبتی اون حضرت در دل اونها بود. با خاطر هر کاری که میکنین خاص به خاطر الله باشه، الله سبحانه و تعالی شما را دوست میداره و در قلب انسان ها الله سبحانه و تعالی مهر محبت اون شخصیت ها را میگذارونه. با خاطر اون حضرت به خاطر الله هر کار میکرد و هر عمل میکرد و شاگردای داشت به خاطر الله اونها را تعلیم داده بود و الله مهر و محبت اون حضرت در دل مردم جو کرده بود. با خاطر از دعای صالحتون فراموش مکنین و در حق ما هم نیز دعا کنین خداوند ما را چنین شخصیت ها بگردانه و فرزندهای ما مثل اون حضرت باشند و از دعای صالحتان فراموش مکنین. با قدر امان الله خداوند همه ما و شما را صبر جمیل عطا فرمایه. با قدر امان الله. السلام علیکم.